سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان عزیز. امروز شروع میکنیم درباره تاریخ صحبت کردن و یک دوستی عزیز برای من در فیسبوک نوشته بود که همین آلمانیا در حقیقت با تاجیکا خیشتبار هستند و تاریخ چی میگه، یا این حقیقت داره یا که نی. خب من میخواستم امروز در این باره صحبت بکنم و همه عزیزانی که مرا به زادروزم تبریک گفتن تشکری میگم. انشاءالله که امیدوار هستم که ساق و سلامت باشین. من شروع میکنم الان از حکومتی، یعنی 70 سال پیشه آلمان که در حکمرانی، یعنی در تحت کنترل هیتلر صاحب بود، در تحت کنترل هیتلر بود و ایدئولوژی آنها فرقیت از آلمان نو داره. آلمان نو فرقیت بزرگ از آلمان قدیمه داره. خب چی فرقیته؟ فرقیتش در این است که در زمان گذشته، در زمان یعنی که حکومت فاشیستی آلمان، آنها به این باور بدن که مردم آلمان آری هستند، یعنی که آریایی هستند و همه ما باید که مردم آریایی جهان را تشکیل بکنیم و یک حکومت آریایی جهان باید باشه و همین چیزا یعنی که پروپاگاندا میکردن. اما حکومت حاضره آلمان که برای دوستانی که شاید آلمان میان در این باره صحبت میکنن خبر ندارن، بسیار مردم آلمان بد میبینن درباره یعنی که آریا صحبت کردن، درباره همون آری بودن ما و شما صحبت کردن، به خاطری که حکومت فاشیستی آلمان بسیار بدبختی های به سر همین ملت آورد. اما حکومت نوی آلمان در این باره صحبت میکنه و یعنی که فلگ خچه داره، جای کتابواری خچه داره که کتابای خودش میبره و اورم نامش Bundeszentrale für politische Bildung، یعنی که هم Bundeszentrale برای یعنی که کارهای سیاستش هست که در همونجا چی چیزی که یعنی که درباره حکومت و تاریخ آلمان است در اونجا صحبت می شود و این چیزا هم یعنی که حقیقت دارن. خب در تاریخ بسیاری چیزا حقیقت ندارن، در بسیاری چیزا یعنی که کاسته می شوند، بسیاری چیزا بالا برده می شوند و بعضی چیزا هم یعنی که یعنی که این وابسته از تاریخ نویس است. خب یک تاریخ نویس شاید اگر بسیار ایموشنال نی باشه، یعنی که فکر افکارش یعنی همچون پاتریوت باشه، دوستدار وطن خودش باشه، او همیشه کوشش میکنه که وطن خودش تعریف بکنه. اما تاریخ نویسان دیگر اون افرادی هستند که تاریخ هم می نویسن اما نیوترالیتیت، یعنی که در همون در وسط هستند، نه پاتریوت هستند و نه بدبین هستند، در یک سطح وسط هستند. خب همون دوستی که از من سوال کرده بود درباره آیا یعنی که آلمانیا با تاجیکا خیشتباری دارن یا نه، امروز در دست ما یک کتاب است که Schlaglichter der deutschen Geschichte نامش است. خب برادران استادان باشن که را بگیرن بخونن. خب Schlaglichter der deutschen Geschichte، خب در این باره شروع میکنم از خواندنش. خب با زبان آلمانی نمیخونم به خاطر که شما نمیفهمین ایرا. با زبان آلمانی یک چیز هم میخونم، میگه که ein Stamm iranischer Herkunft, die ab 406 Gallien überrannten und 409 großanteils nach Spanien abwanderten. میگه که سالهای 406 و 409. و علیکم السلام برادر عزیز.
406 409 میگه یک مردم یک قبیله از گرمن، یعنی که فولکسفواندهون، یعنی که هجرت کردن به طرف همین ترکیه، طرف ترکیه گذاشتن و در گریتسیا در این طرف اومدن، میگه طرف اسپانیا. و اونا در اوجا میگه با یک قومی که او قوم نامشو زویبن واندلن بغونده، یعنی اینا ناماشو بدن و اونا آمدن طرفی اسپانیا که در او وقت روم بود، یعنی که 200 سال پیش از اسلام، یعنی سالهای 400 که 200 سال پیش از اسلام می شود. خوب دیگه خب آمدن در جنگ کردن و آمدن یک قشر زمینی آلمان را گرفتن. خوب این تحقیقی خودی بوند سنترال و پودلیش بولنگ است، یعنی که خودی حکومت آلمانی را قبول داره، حکومتی که یعنی که هیتلر در زمانی گذشته که تاریخی نوشته بود، یعنی تاریخ او منسوخ است حاضر در آلمان و تاریخ و کتابای اون وقت در آلمان حاضر نمیخونن. خوب برادرای عزیز گرامی، ما انتظار هستم اگر سوال داشته باشین که در این سوال نقطه بگذاریم. بله، یعنی که بعضی ها میگن، اما از دهان هیتلر صاحب صحبت میکنیم. هیتلر میگه که یعنی نفرانی که او را دوست میدارن و چی میگن، میگه که 2000 سال پیش از مسیح 2000 سال پیش از مسیح مردمی، یعنی که فارس، آلمان و اینها، یعنی که یک قوم بودن که آستا جدا شدن و به هر کشور تقسیم شدن. خب اما یک چیز دوستانیم عزیزی ما، برادرای عزیزی ما زیاد با مردم آلمان صحبت میکنم، با خودشون، با مردمشون، یعنی مردم آلمان دوست ندارن درباره هیتلر صحبت بکنن، دوست ندارن درباره تاریخ گذشته صحبت بکنن. شاید کدام نفر شما فکر بکنه که ما یک آلمانی را گفتم که اینا ما خشتبار تویم، تمام این گپا همش میگن که یک شایعه هستن. این گپا هستن هیچ آلمانی، بسیاری از آلمانی ها به این چیز باور ندارن و ناراحت هم میشون از روی که شما میگین. یک برادر ما میخواست صحبت بکنه، اینا میگیریم چیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صفر خوب کدمی که میخواست صحبت بکنه برادر عزیز، ما هستم و کتابم در پیش شما هست، سوالایی داشته باشین. بله سکاتسکا هم برادر شدید ندید. بله نه این که سکاتسکا یعنی این یعنی که مردم فارس و مردم یعنی تاجیک، ما اگر نگاه بکنیم امین سالهای 400 یک امین بگیم که شروع شوی کمک حرکت مردم تاجیک است، یعنی حرکتی کم کم مردم تاجیک همشون یک خلق خودشو احساس کردن. خب مقصد ما از این است که مردم بفهمانم که چی فکر داره خود مردم آلمان و چی فکر داره خود حکومت آلمان. خود حکومت آلمان قبول نداره که ما اینا آری هستن، نمیفهمم آریایی هستن، دیگر اینا همش سفسطه برادر شدی. بله اما خب گفتم در همین کتابی که خودی یعنی که فقط درباره آلمان است، از سرشویش تا آخری آلمان، شاید که خب نگاه کنم تا کدام سال است ای، تا کدام از همین سرشوی مردم آلمان تا آخرش است، تا die Währungswirtschaft und sozialen تا بگیم که عصر نو. خوب برادرای عزیز، اگر سوال داشته باشین انشالله ما در سوالتون جواب میتم. خب ما یک بار تکرار میکنم، خود حکومت آلمان و همون جایی که برای حکومت کتاب یعنی روزنامه چاپ میکنه، میگه که سالهای 400 یک ملت، یک قوم از قوم فارس آمدن طرفی گالین، یعنی گذشتن و طرف آمدن اسپانیا، چند وقت جنگ کردن، با آمدن یک قطعه زمین آلمان ده زندگی را شروع کردن. خوب
اگر که از نظر حکومت ناتسیستی آلمان که یعنی 70 سال پیش بود، یعنی ناسیونال سوسیالیسموس میگن، یعنی همه حکومت گیتلر، او میگه که یعنی ما خیش تبار هستیم و اولاد هستیم، خیلی به همدیگر نزدیک هستیم و مقصد او را همین بود که همین مردمی یعنی که آریا را یک جا بکنه و ایدئولوژی آنها را همین بود که یعنی که همین پروپاگاندا را به گوش هر یک از برسونن، یعنی عالمای بزرگی را بنن که در این باره صحبت میکردن. خوب برادرای از گرامی، نام من منوچهر کوهستانی است. من امروز 26 ساله شدم. خوب، اگر یگان سوالی درباره تاریخ آلمان داشته باشین، اگر یگان سوالی درباره علم و فرهنگ، دانشگاه، پیشرفت دیگر آلمان داشته باشین، حتما برادر شما منوچهر کوهستانی حاضر است در این باره با شما صحبت بکنه. و اگر سوال هم داشته باشین میتونین که سوالاتون رو بنویسین و من حتما کوشش میکنم که ویدیو بکنم، صحبت بکنم و این ویدیو را به همدیگه برسونین تا این که مردم و فکر خطاشون بس بکنن و حرکت بکنن برای آینده. آینده بهترین چیز است. یعنی زمان گذشته تاریخ اگر با چندی که بخونی، تاریخ زیاد سرت خراب میکنه. پیشرفت همیشه بهترین راه است. همیشه در فکر پیشرفت باشین. بله پشت گذشته و دیگر بله، اما همیشه در فکر پیشرفت باشین. این باعثی یعنی باعثی بهتر شدن شما و بهتر شدن زندگی شما می شود. خدا حافظ برادرای از گرامی، جمعه مبارک باشه به همه شما. تشکر برادر عزیز، تشکر. خوب، اگر یگان کس تو باشین در اینجا، اگر یگان کس بخواه که صحبت کنه پرما افیر انشالله که داخل بشین صحبت میکنیم. ما از یگان کس نمیترسیم و یگان کس هم نمیگریزیم. هر سوالی که داشته باشین انشالله در سوالاتو جواب میدیم. ما در برنامه های آینده انشالله کوشش میکنم که درباره آلمان صحبت بکنم، درباره آمدن به آلمان، چی نفرای میتونن در آلمان موفق باشن و چی چیزها در کاری که یک تاجیک در آلمان موفق میکنه. و من همیشه در همین فکر هستم که اگر که دوستای عزیز گرامی، نفرانی که علم دارین از روسیه رفتن، بهتر که به طرف اروپا بیان. هر یک کشوری باشه، شما در اروپا با علمتون آینده دارین و در روسیه شما هیچ وقت یک شخص بزرگ نمیشین. اگر شدینم نمیفهمم یگان خوب دیگه، ما در روسیه مردم تاجیک قدر نداره. خداحافظ دوستای عزیز.